سلام، امیدوارم حالت فوق‌العاده باشه. خوش اومدی به کانال مهدی ایوب انگلیش. قراره که توی ویدیو امروز بهت درباره کلمه how بگم، یه کلمه‌ای که شاید با خودت بگی به معنی چطور و سریع بری سراغ چیزهای پیشرفته‌تر، ولی کلمه‌های خیلی ساده ممکنه که کاربردهای دیگه هم داشته باشن که بهت کمک کنه مثل نیتیو ها به نظر برسی. مثلا میخوام بگم قدت چقدره. میتونم بگم قد یعنی میشه height، چقدر هم میشه how much. میگم how much is your height که درست نیست، نیتیو ها اینطوری نمیگن. در عوض میگن how tall are you. یا مثلا میخوام بگم وزنت چقدره، میگم how much do you weigh. دقت کن how much do you weigh نه weight. weight با تی آخر به معنی وزنه. بریم ببینیم دیگه میتونیم چه کوئسچن هایی با کلمه how درست کنیم. How do you get to work every day. چطور هر روز میری سر کار؟ منظور از how یعنی با چی؟ با چی میری سر کار؟ مثلا I go by bus. I drive to work every day or I walk to work every day. خب میتونیم به جای work یه چیز دیگه بذاری. مثلا بگی how do you go to the gym every day. این سوالو تغییر بده و توی کامنت ها بنویس. مورد دوم how long does it take to get to the airport from here. چقدر طول میکشه که از اینجا برسیم به فرودگاه؟ چند ساعت یا چند دقیقه؟ میتونی بگی how long does it take to get to Tehran from مشهد. چقدر طول میکشه که از مشهد به تهران بریم؟ میتونی کلا به جای این مکان ها هر مکان دیگه که دوست داری رو جایگذاری کنی. مثلا میتونی خونه و محل کار بذاری یا هر جای دیگه. مورد سوم how much does this coffee cost. How much does this coffee cost. این قهوه قیمتش چقدره؟ پس برای پرسیدن از درباره قیمت هم میتونی از how استفاده کنی. How much does something cost. مورد چهارم how many languages do you speak fluently. چند تا زبون به صورت روان میتونی صحبت کنی؟ پس چند تا میشه how many. چقدر میشه how much. How often do you exercise. هر چند وقت یه بار ورزش میکنی. exercise یعنی فعالیت بدنی. فرق exercise با sport اینه که exercise برای روی فرم موندنه، ولی sport برای رقابت و یه مدل مثلا سرگرمیه. پس how often یعنی هر چند وقت یک بار. How does this product work. این محصول چطوری کار میکنه؟ یعنی بگو مثلا آب از این قسمت میاد، از این برم برق میاد، فلان میشه و این محصول کار میکنه. How far is it from here to the city center. از اینجا تا مرکز شهر چقدر راهه؟ How far is it from somewhere to another place. Okay? How far is it from here to the city center. مورد هشتم how do I get to the nearest ATM. چطوری برم به نزدیکترین دستگاه خودپرداز. How do I get to somewhere. منظور اینه که به من جهت بده. مورد نهم how cold is it outside today. بیرون چقدر سرده. پس ببین how cold, how hot, how warm. یا میتونی صفتهای دیگه بذاری، مثلا how beautiful is something. چقدر قشنگه. How do you like something. یعنی چقدر دوست داریش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگه میخواید بیشتر یاد بگیرید میتونید پیج اینستاگرام ما رو ببینید و همچنین سایت رایتک آنلاین جایی هست که میتونید کلی مطلب طبقه‌بندی شده به صورت تاپیک پیدا کنید. مثالشون توی جمله هست، ریدینگ داره و قسمت لیسنینگ و اسپیکینگ هم که به زودی بهش اضافه میشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. در ضمن اگه عضو این چنل نیستید سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. فعلا خداحافظ.